روز 11 ماه سال 2024 در انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان سید جعفر عثمانزاده از رهبری این حزب برکنار و ژورنالیست شهباز ابرار رئیس نو دموکرات‌ها انتخاب شد. خود عثمانزاده در انجمن اشتراک نداشت. شهباز ابرار 34 سال دارد و امثال حزب دموکرات است. او 13 یونیو سال 1990 همگی 2 ماه قبل از تأسیس این حزب به دنیا آمده است. خود سید جعفر عثمانزاده در انجمن اشتراک نداشت. عثمانزاده در نخستین واکنشش به قرارهای انجمن به پایگاه خبری بامداد گفت این انجمن برخلاف آیین‌نامه حزب دعوت و برگزار شده است و به این دلیل او انجمن را اعتراف نمی‌کند و قرارهای آن را قبول ندارد. در تالار دانشجویان را از کدام دانشگاه آورده همچون وکیل انجمن نشان دادند. اینها وکیلان حزب نبودند در هیچ صورت. اما حالا ببینیم که آیا ساختارهای سیاسی رهبریت کشور به این انجمن چه بها خواهند داد و آیا وزارت عدلیه شهباز ابرار را همچون رئیس نو حزب اعتراف میکند یا نه، گفت سید جعفر عثمانزاده. یگانه وکیل حزب دموکرات در مجلس نمایندگان پالاتای پایانی پارلمان تاجیکستان. عثمانزاده قبلا گفته بود که نمیداند کدام نیروی منفعجو از نام رهبران دولت گپ زده در داخل حزب او اختلاف ایجاد کرده ایستادند. گفتنی است که خبرهای مربوط به جناح مخالف عثمانزاده در حزب دموکرات را نشریه رسمی حکومت از جمله جمهوریت و خبرگزاری خاور پیگیرانه نشر میکردند. بنا به گزارش ژورنالیست ارشاد سلیمانی که در انجمن 18 غیر نوبتی حزب دموکرات تاجیکستان حضور داشت، این انجمن روز شنبه 11 ماه در دوشنبه در مجلسگاه میمانخانه کانگورد دایر شد. به گفته دایرکنندگان در انجمن 96 وکیل از 108 وکیل انتخاب شده اشتراک کردند. در انجمن نامزدی 2 نفر شهباز ابرار رئیس حزب دموکرات در شهر دوشنبه و عبدالجبار یلداشوف رئیس دموکرات‌های ولایت سوخت به رئیسی حزب پیشبری شد. شهباز ابرار با 64 آواز و یک مخالف در مقابل یلداشوف که 8 آواز طرفدار و 1 آواز مخالف به دست آورد برنده شده رئیس نو حزب دموکرات تاجیکستان انتخاب شد. زورا میرزایی و یک عضو ریاست حزب دموکرات گفت آنها از سید جعفر عثمانزاده هم دعوت کردند که به انجمن بیاید و نامزدیش را بگذارد، ولی او روز نآمد. در انجمن چندین وکیل از جمله یلداشوف از کار رئیس و شیوه فعالیت حزب عثمانزاده اظهار ناراضگی کردند. خاور خبر داد که طبق خلاصه شورای سیاسی حزب فعالیت حزب در دوره‌های سال 2022-2024 غیر قناعت بخش دانسته شده و به این دلیل پیشنهاد شد که در هیئت رهبری کننده حزب تغییرات وارد کرده شود. شهباز ابرار فرزند نویسنده روانشاد ابرار ظاهر بر اساس ترجمه اول رسمی 16 یونیو سال 1990 تولد شده. سال 2013 شعبه روزنامه‌نگاری دانشکده فرهنگ و صنعت تاجیکستان را ختم کرده است. اما سابقه کاری شهباز ابرار خیلی بروقت در سال 2007 همچون محرر در کتابخانه شهر به نام لاهوتی آغاز یافت. سال 2009 وقتی او همگی 19 سال داشت و هنوز دانشجو بود به مقام سردبیر مجله میور و روزنامه استقلال رسیده است. شهباز ابرار سال 2011 که باز هم دانشجو بود عضو اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان شده. از سال 2012 تا 2013 همچون معاون سردبیر و سپس سردبیر نشریه موجر در خدمات موجرت تاجیکستان کار کرده است. از سال 2013 تا 2016 و دیگر باره همچون سردبیر مجله میور و روزنامه استقلال فعالیت کرده، سپس به جمهوریت نشریه رسمی حکومت تاجیکستان به کار گذاشته است. او حالا در کینستودیو تاجیک فیلم سردار شعبه است. در ترجمه حال رسمیش که سال 2020 هنگام پیشبری نامزدیش به وکیل مجلس پایتخت نشر شده بود گفته میشد که شهباز ابرار عائله‌دار بوده، 3 فرزند دارد.